واقعا جای شکر و سپاس الله سبحانه و تعالی که خداوند متعال من شما را توفیق شرکت در یه جلسه نورانی و بابرکت یه جلسه قرآنی نصیب فرمایند و واقعا هر جلسه و هر دیوانی که به مناسبت قرآن ببیتن قطعا آیی بابرکتن پیچه که قرآن کتاب بابرکتی هستن و الله تعالی فرمایند که کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. هر چیزی که قرآن نسبت پیدا بکنتن آ چیز هم بابرکت بیتن. قرآن مجید کتاب نورانیه، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. بهترین راه و بهترین وسیله برای اصلاح جامعه، برای اشی که مردم بتونید جامعه یا چه شرک و کفر و بدعت و چه انحرافات به سمت هدایت بیاریتن، به سمت روشنایی بیاریتن، قرآن مجیدن. الله تعالی فرمایند که ما یہ کتاب نازل کتگ یہ واسطہ ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم لتخرج الناس من الظلمات الى النور، که مردمان چه ظلمت و تاریکیاں به سمت نور ببره. یہ جلسه که به مناسبت قرآن مجید گرگ بیتگ یہ جلسه واقعا نورانی و بابرکتی و همیشه در جلسه و مجلسی که به خاطر قرآن برگزار بیتن ما همیشه کوشش بکنین که جلسه تو کا حتما و تارا شریک بکنین و چه نور و برکت قرآن مجید و تارا بهرمند بکنین. قرآن مجید وانگ برکتی یکی چه بزرگان فرمایید، امام ضیاء الدین مقدسی فرمایید وشک ما هر اندازه وتی مقدار تلاوت وتی حزب تلاوت ما فرمایید من گشتر کد ما احساس کد که من وقت برکت گشتر بیانه. کلما زاد حزبی من القرآن زادت البرکت فی وقتی. هرچی من گشتر قرآن وانت من احساس کد که من وقت برکت گشتر بیانه. فرمایید که همی پیما اضافه کد تا اشی که منی مقدار تلاوت حزب که من هر روز تلاوت کد تا به 10 جزء من برد رسید. یعنی روزانه فرمایید که من 10 جز چه قرآن مجید تلاوت کد. به همین خاطر لازمه که مردم قرآن مجید تلاوت لازم بگیریدن. واجه مفتی صاحب همیشه حقوقی که قرآن نسبت به ما هستن آیا یادآوری کند که ما باید قرآن یاد بگیرین. اولی درجه تو که قرآن الفاظ صحیح و درست یاد بگیرین، می تجوید باید شر ببیتن. در مرحله بعدی ما باید قرآن بفهمین چی که قرآن ما را چی گوشیدن. قرآن آتکه یه واسطه که آئی سر ما فکر بکنین، تدبر بکنین و مسیر زندگی در روشنایی قرآن ما در بگیجین. و دیگه حق قرآن مجید اشیاء که ما رنچ فهمگا قرآن مجید سر عمل بکنین و دیگه حق قرآن مجید اشیاء که ما قرآن مجید باید دیگه را ببرین، برسینن، ابلاغ بکنین. قرآن تعلیم تو که ہمارا باید سهمیه و بحری ببیتین. در هر حالی جلسه باز جلسه بابرکت و پرنور جلسه بیتگ و در یہ مناسبت تو که به نام مسابقه برگزار بیتگ. مقصد چی مسابقه همشی که ما برحال بیاین در یہ جلسات تو کا وتی تلاوت هم پیش بکنیں، وتی محفوظات پیش بکنیں تا اشیک وطار بسنجیں کہ ما چند اندازه تونتا وتی محفوظات سرا کار بکنیں، چند اندازه میں تلاوت به آ شکلی که باید ببیتیں، به آ شکل استاندارد بعد میں تلاوت بارین رستا و چه ضعف های میں تلاوت تو کا هستن باید آیان برطرف بکنیں. یہ دابین جلسات گرگ و یہ دابین جلسات برگزار کنک شانی هدف و مقصد همین چیزین و افرادی که در این مسابقات تو کا شرکت کنند آیان بتونند آماده ببندن برای مسابقاتی که در سطح بالاتر در شهرستان، در استان، در کشور برگزار بیتن آیان بتونند تا مسابقات تو کا شرکت بکنند. و جا هستن که باید تشکر و قدردانی بیت چه هیئت محترم داوران که واقعا زحمتش کشیده مروچی و چما ظهر ایدا مشغول بیتگن تو این مسابقاتش داوری کتگ الله سبحانه و تعالی
بهترین جزا و پاداش یوا جهان نصیب بکنتن و چی و جهانی زحمت هم قدردانی بیتن و همی پیما شما عزیزانی که تشریف داشته در این جلسه تو که الله سبحانه و تعالی بهترین خیر و پاداش شما را پاکانه نصیب بکنتن.